اوه دبینن ریپیوانه که کردن باجار ناشویل لولایت تنسی بو با پشتوانی کردن آوان لباجار کوبانی لدما ایرشن داعش بو سروی باجاری کردن ناشویل جبوی پشتوانی سربخویا کردستان لتیر ماه سال 2014 انجی مشک بوی آوایی پیک آنی بو. ناوینا سرجمهریا رونشوان ولایت نیکبوین امریکا ریزبندیک لجرناو خلک باکور افریقیا و روشالات ناوین با سرجمهریا رونشوان و نژادن جدا جدا با سال 2020 یا امریکا برحف کریه لباجار دربارن سر به ولایت میشگن کرد، آشوری و بربری همی به هورا مینا جواکا عربی هاتینا ریزبندی کرن. کمیته سرجمهریا باجار دربارن کو کمیته که عرب امریکایه یا بوی صدما در کرنا بریارکا بدی آوایی. کمیته هر وسا بزاوین و ایک داد کو توای نتوین دنین روشالاتان آوین کل امریکا دجین در ریزبندیانو دمین عرب بین هجمار کرن. کرجی کو نجاده که روشالاتی الامریکا دکه و ریزبندیا جواکا عربین رونجوان امریکا. انجمنا جواکا کردی امریکا نامه یک بو ناوینا سرجمهریا رونجوان ولایت نیکبویی امریکا شاندیه او تیدان نرازی بون لهمبر و بریار نیشان دایه. کردن امریکا دلگرانی ویکنه کل سرجمهریانو کل امریکا هات پیک آنین در ریزبندیان توای عرب ده به تمامی بین بجی کرن. انجمن جواکا کردی امریکا سکالا یک بو اداره یا سرجمهری شاندیه داخواست کریه کرد لریزبندیا عربان بین در آنینو حکومت به اکجاویز میزیوان نکه. حکومت فدرالی امریکا جبوی کو افکم نتوین روشالاتا ناوینو باکور افریقیا لجر ایک ناسنامه لامریکا کم بکه اف حول پیک آنینه. کرد نهال جواکا امریکا جوانی برسوار رای دارن سرجمهریا امریکانه کویل نزیکترین دم دا خوازیوان به برسودان. لبلی جیهش کنگرس پروپوزلا سال 2020 نپجراندیه کودکارین ده گوهرتنین بنگهین تدابن پیک آنین. حلوستا کردن امریکا لهمبر پرسن نتوی دکریارن وانده لور و لور دنگ ودایه. جبوی میناک جی لحف هاتنین پشتوانیا سربخویا کردستانه ناراضی بون لهمبر ایرشن داعش بو سر باجار کوبانی لروشافای کردستان توای اوان دکارین ده دبر جواندیا جواکا کردن امریکا ده بداوی وره. جروداوی دلشاد خلیل.